سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم که شرایط مهاجرت به دبی رو بهتون بگیم. مهاجرت به دبی مانند هر کشور دیگری نیازمند رعایت و شرایط و الزامات خاصی است که به برخی از این شرایط مهم مهاجرت به دبی اشاره می‌کنیم. اما توجه داشته باشید که این اطلاعات ممکن است بسته به تغییرات قوانین و مقررات مهاجرتی دولت دبی تغییر کنند. بنابراین قبل از تصمیم گیری نهایی بهتر است اطلاعات را از منابع رسمی مربوطه یا مشاوران مهاجرت به دبی دریافت کنید. خب، گزینه 1 ویزا. برای ورود به دبی به عنوان مهاجر شما باید ویزای مناسب را دریافت کنید. این میتواند ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی یا ویزای خانواده باشد. بسته به هدف مهاجرت و وضعیت شغلی یا تحصیلی شما نوع ویزای مورد نیاز متفاوت است. گزینه 2 مهارت‌ها و تخصص‌ها. دبی به دنبال متخصصان و تخصص‌های خاص در صنایع مختلف است. بنابراین اگر توانایی و تجربه برتری در زمینه‌ای مانند مالی، آیتی، مهندسی، ساخت و ساز وجود دارد، احتمالاً فرصت‌های شغلی بیشتری برای شما در دبی وجود دارد. گزینه 3 سرمایه گذاری. برخی از ویزاها مانند ویزای سرمایه گذاری نیازمند سرمایه گذاری در شرکت‌های محلی دبی است. مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز و شرایط آن بسته به نوع ویزا و قوانین مهاجرتی ممکن است متغیر باشد. گزینه 4 آگاهی قانونی. مهاجران باید با قوانین و مقررات مهاجرتی دبی آشنا باشند و آنها را رعایت کنند. این شامل معاملات مالی، محدودیت‌های کاری، حقوق و مزایا، مسائل مالیاتی و سایر قوانین مربوط به اقامت در دبی است. گزینه 5 زبان. آشنایی با زبان انگلیسی می‌تواند در مهاجرت به دبی کمک کند. اغلب شغل‌ها و فرصت‌های شغلی در دبی نیازمند تسلط به زبان انگلیسی هستند. علاوه بر این، آشنایی با زبان عربی نیز می‌تواند در برقراری ارتباط با جامعه محلی و فرهنگ دبی مفید باشد. گزینه 6 مسئولیت‌های مهاجرتی. مهاجرین باید تکالیف و مسئولیت‌های مهاجرتی خود را در دبی رعایت کنند. این شامل پرداخت مالیات، رعایت قوانین کاری، حفظ وضعیت قانونی و سایر مسئولیت‌های قانونی مربوط به اقامت در دبی است. گزینه 7 مسائل بهداشتی و پزشکی. قبل از مهاجرت باید از وضعیت بهداشتی و پزشکی خود آگاهی داشته باشید. ممکن است نیاز به اطلاعات پزشکی، آزمون‌های صحت و سلامت، واکسیناسیون‌های خاص یا بیمه سلامت داشته باشید. در مجموع مهاجرت به دبی فرصتی برای تجربه زندگی جدید، کسب تجربه‌های شغلی و فرهنگی و به دست آوردن زندگی بهتر است. با این حال پیش از مهاجرت بهتر است از منابع رسمی و مشاوران مهاجرتی به دبی استفاده کنید تا اطلاعات بروز و دقیق را درباره شرایط و الزامات مهاجرت به دبی دریافت کنید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودید. خیلی خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلم بزنید تا از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید.